وقتی که از دست میدهند اینجا دیگر ختم الله علی قلوبهم دیگه اینجاست. وقتی پیامبر به عنوان پیامبر فرستاده شد، نگاه کنید تا پیامبر که چنین نبود که با مثلا سلمان و ابوذر و ابوبکر و عمر و عثمان و اینها یک گونه برخورد کند، با دیگر مردم گونه دیگر. نه، با همه گفت یا ایها الناس ایمان بیاریتون، اسلام بیاریتون. این مردمان بودند که بعضی از آنها پذیرفتند. چرا پذیرفتند؟ گویتون فطرتی آنها آماده پذیرش بود، استعداد پذیرش را داشت. اما چرا ابو جهل و ابو لهب نپذیرفتند؟ چون در راه فطرت نبودند، آنها منحرف بودند. من حالا مثال زنم در همین دنیا حاضر. بعضی فکر میکنن کافر همش بد. نه بابا، چنین نیست. الان در کشورهای اروپایی، امریکایی، در تمام کشورهایی که فرض کنید اونجا کافران هستند، فکر میکنید همه آدمانی بد هستند؟ نه، کسانی هستند که بر پایه وجدان و ضمیرشان فطرت عمل میکنند، خوب را خوب میدونند، بد را بد. چنین نیست و غالب بیشتری مردمان هم چنین هستند. چرا در مثلا یک کافر نمیگه، هیچ کافری را دیدید که ظلم خوب است؟ چرا میگویند ظلم بد است و عدالت خوب است؟ چرا میگویند راستگویی خوب است؟ همه بشرها، مسلمان غیر مسلمان، و دروغگویی بد است، زشت است، ناپسند است. چرا؟ چون فطرت انسان میگوید که عدالت خوب است و ظلم و ستم بد است، زشت است. خب هر کسی که حالا کافری که بر اساسی همون داده ها و نداهای فطرتش عمل کند، اگر فطرتش گوید این کار خوبه، پس اون خوب در همون راه خوب رود. اگر فطرتش تشخیص داد که فلان کار بد است، آن را مرتکب نشود، این می شود این نهاد او، فطرت او، سرشت او آماده پذیرشی ندای قرآن میشه. این ابو جهل و ابو لهب این استعداد را پیش از آن که پیامبر بیان، حتی زمانی که پیامبر آمدن گفتند از دست داده بودند. این و علی ابصارهم غشاوه، در برابر چشمانشان گوش کنیتان پرده بود، حکایت از گمراهی پیش از ختم الله علی قلوبهم میکند. حکایت دارد از این که آنها پیشتر در برابر چشمانشان پرده بود. ببینید در روایات هست در اوائل فرستاده شدن حضرت پیامبر آمدند بالای کوه صفا، کوه صفا گفتند یا ایها الناس، ای مردم، همه را جمع کردند، شما ما را میشناسید؟ گفتند آره میشناسیم، تو محمد امینی. یعنی پیامبر پیش از اینکه به عنوان پیامبر فرستاده شوند به عنوان امین معروف بودند، امانتدار. پیامبر را همه و خوبی میشناخت. کسی در رابطه با پیامبر هیچ کس هیچ بدی ندیده بود، نشنیده بود، نه درباره پیامبر چیزی سخنی بدی میگفتند. همه میگفتند تو خوبی، تو امینی. محمد امین معروف بود. وقتی که بالای کوه بر آمدن گفتند ای مردم، اگر شما مرا میشناسید؟ گفتند آره تو محمد امینی. پیامبر فرمود اگر به شما من همین الان بگویم که در پشت این کوه مثلا یک سپاهی دشمن است میخواهد به شما حمله کند، شما سخنی مرا تصدیق خواهید کرد؟ گفتند آره چرا نه، از تو ما در این 40 سال سینگی داری تا اینجا از تو یک دروغ ندیدیم، سراپا راستی و صداقتی. اگر گویی آره دیگه تصدیق میکنیم. فرمودم پس بشنوید، من فرستاده خدایم. کسانی که فطرتی پاک داشتند در همانجا
پیامبر را تصدیق کردند. انسان اگر فطرتی پاک داشته باشد خیلی نیاز به دلیل و برهان و اینا ندارد. و محض شنیدن ندای قرآن به طرف قرآن متمایل میشه. در همانجا بود که بعضی از سران همین قریش مثل ابو جهل و ابو لهب گفتند آیا برای همین ما را دعوت کردی؟ مثلا میخوایی گویی تو مثلا فرستاده خدایی؟ این چیه؟ چرا چنین گفتند؟ چون فطرت ناپاک. این و علی ابصارهم غشاوه اشاره به همین است. توجه دارید؟ توجه دارید؟ چون و علی ابصارهم غشاوه، اینها پیشی چشمانشان خودشان سبب شده بودن که در برابر چشمانشان پرده قرار بگیرد، به خاطر گناهان، به خاطر گوش ندادن و ندای فطرت، از راه درست خارج شدن. اون استعداد را چون از دست داده بودند دیگه با پیامبر چنین رفتار کردند. اگر انسان اگر فطرتش پاک بود محال است که پیامبر را ببیند، از پیامبر حرف شنود و مخالفی او شود. شما در تاریخ نگاه کنید، حضرت ابوذر، این داستانی اسلام آوردن ابوذر خیلی داستان عبرت انگیز است، خیلی عجیبه. همین که شنید مثلا در حجاز یک نفر، حضرت ابوذر در دیهات زندگی میکرد، در قشلاق، شنید که در حجاز در مکه یک نفر ادعا دارد که پیامبر است. همه کارش رو رها کرد، کنار گذاشت، آمد به مکه. حالا اون داستانش دراز، من نمیخوام همه شو به تفصیل گم. بعد راهنمایی کردند به سوی پیامبر، رفت دید همین که نشست و روبرو یک چند لحظه ای با پیامبر هم صحبت شد، گفت تو پیامبری، شک نیست. گفت من مسلمانم، الان وظیفه من چیست؟ گفت ابوذر. پیامبر گفتن رو به نزد قومت، منتظری پیام من باش. آمد، چون عجیب در همون لحظه بیرون آمد، نمیتوانست این حقیقت را که یافته پنهان کند. آمد داد زد بین مردم، اما کافر بودند، داد زد که های مردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. همه شاهد باشید، من گواهی میدهم که خدای جز الله نیست و محمد فرستاده اوست. سرش ریختند و زدند و کفتند. این حضرت عباس عموی پیامبر آمد، هی مردم را جدا کرد، حضرت ابوذر را گرفت، گفت خب این کمی صبر کن، حال وقتش نه، توی خواهند کشت، این تو قریش حال نمیشناسی اینا چه موجوداتی هستند. دو سه بار میخیل شد. فهمیدی؟ خیلی در رابطه با تمام صحابه کن چه خیلی اسلام آوردند، شما تاریخشون اینو خوانیتان یه بار. چونین نیست که پیش پیامبر آمده هی بحث و جدل کنند که آقا برای من دلیل تو بیاور که تو حقی، دلیل بیار که خدا هست، دلیل عقلی مثلا فلسفی بیار که مثلا تو حقی. نه، دیدن پیامبر را و آدم اگر فطرتش پاک باشه دو سه سخن خودش کافیست، بسنده است که مسلمان شود. فهمیدید؟ پس خلاصه این شد که کسی اشکال نکند که چرا خداوند گفت که ختم الله علی قلوبهم، یعنی اگر سران قریش کافر شدند علتش این که خدا خودش گفتاست که خدا بر قلب آنها مهر زده. نه، در ادامه آیت میگه و علی ابصارهم غشاوه، چون در پیش چشمان اینها پرده بود و این پرده باعث شد. نگاه کنیتون چرا پرده پیدا شد پیش چشمانشان گویتون؟ چون گناهان آنها، فسق و فجوری آنها، از خطی فطرت بیرون شدن آنها سبب شد که در برابر انسان پرده شود. شما این در همه جهان هم صدق بکند، در همه عالم کافران، حتی در بین کافران این روز مردمانی هستند آدمانی خوبند، مردمانی هستند آدمانی بدند.
خب چون این نیست که همه کافر بد باشد، همه مسلمان خوب باشد. نه، کافرانی هستند بدند، کافرانی هستند نه. بر اساس داده های فطری، ضمیر، وجدان عمل بکنند، آدمای خوبی هستند. مگر گاندی آدمی بد؟ نه، حتما گاندی مسلمان که نبود، اما آدمی خیلی خوب بود. تاریخش نگاه کنید، خوانیتون آدمی خیلی عالی بود. مگر این چه گوارا شنیدم درباره چه گوارا؟ مبارزی کوبایی. حتی وقتی پیروز شد دوستش فیدل کاسترو رو گذاشت در کوبا، اما خودش به مبارزه علیه ظلم و ستم ادامه داد. نگفت من میرم کرسی میشینم صندلی دیگه حکومت میکنم. نه، گفت من تا آخر عمرم علیه ظلم و ستم مبارزه میکنم و مبارزه کرد. در آخر شهیدم شد، در همون راه کشته شد. آدمی بد بود؟ نه. مسلمان که نبود؟ نه. خب ضمیرش به او میگفت که تو باید همراه در کنار مستمندان و مستضعفان باشی. بر اساس ضمیرش عمل کرد. چون این آدم ها هستند که بر آنها وقتی قرآن عرضه میشد همان لحظه مسلمان میشد، شک نداشته باشید. این مرحوم سید قطب در مفسری بزرگ صاحب تفسیری زلال در قرآن، فی ظلال القرآن، در ذیل تفسیر یکی از آیات ها قصه عجیبی رو نقل میکند. میگوید گوش کنید، میگوید من در سفر بودم، حالا از مصر به طرف آمریکا میرفتم یا برمیگشتم نمیدونم، حالا در هنگام سفر در کشتی بودم. بعد میگفت من در اتاقی که برای من، یعنی اتاقی که داشتم در کشتی، قرآن میخواندم. میگفت یک خانم آمد پیش من گفت که تو چی میخوانی؟ خیلی دل چسب است این آن چی کار که میخوانی، این سرود است، این چیه؟ میخوام هی بخوانی من گوش بدم، سر نمیشم. به دلم چسبید، با سریشتم هماهنگ است این آن چی که تو میخوانی. بعد سید خود میگه که من بهش گفتم که این کلام خدا. گفت همون لحظه مسلمان شد. چرا؟ چون فطرت پاک، آلودن. برای همین اگر کسی اشکال کند که این کافرای قریش علت کفرشان خودشان نیستند بلکه خداست، العیاذ بالله، چون خدا میگه که ختم الله علی قلوبهم، نه، اول و علی ابصارهم غشاوه، بر جلوی چشمان اینها پرده های بود به خاطر گناهانشان، و این بود که ندای پیامبر را نپذیرفتند. اون وقت ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر بست. یعنی واقعا یه نفر اگر از حد گذرد، خدا، اینم گوش کنیتون، در روایات هست که مراد از گمراه کردن خدا بنده اش را، یا بر قلب و گوشش مهر زدن خدا، به این معناست که خدا او را رها میکند. باید دعا کنیم که خداوند ما را به خودمان وا نگذارد. همیشه باید دعا کرد. خدای پیامبر هم همیشه دعاشون همین بود، میگفتن که خدایا هیچ یه لحظه هم مرا به خودم وا مگذار، اگر واگذاری هلاک خواهم شد. خدا بعضی ها را که از راه فطرت خارج میشند، هی ندای اسلام به گوشش میرسد، پیام قرآن میرسد، اما باز هم کفر میورزد، دیگه خدا او را در راهی به خودش وا خواهد گذاشت، کنار میگذارد. العیاذ بالله. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته و صحبه. ان شاء الله جلسه بعدی چند تا روایت خواهم خواند و ادامه تفسیر آیات ها سوره بقره خواهم برداشت.